مرد بودن یک عنوان نیست، یک مسئولیته. مرد بودن یعنی ایستادگی، یعنی تلاش، یعنی امید. مرد بودن یعنی الهام بخشیدن به دیگران. روزتون مبارک، ستونهای استوار سرزمینم. یک خانه پدر یعنی شونه مردانه، پدر یعنی عشق پنهانی، پدر یعنی قلب بارانی. هزاران غم پشت لبخندت، چه کردی با قلب فرزندت؟ گذشتی از خودت تا جان بگیری.